رقابت‌های جام حذفی زمستانی فوتبال در ولسوالی دولتیار ولایت غور با قهرمانی تیم کوهستان و نایب قهرمانی تیم شاروالی به پایان رسید. مسئولان فدراسیون فوتبال غور میگویند این مسابقات میان 6 تیم از ولسوالی‌های لعل و سرجنگل، دولتیار و فیروزکوه به هدف اتحاد و عدد و رشد ورزش فوتبال برگزار شده بود و این رقابت‌ها با قهرمانی تیم کوهستان به پایان رسید. مسابقات سه جانبه که بین ولسوالی‌های فیروزکوه، ولسوالی دولتیار، ولسوالی لعل و سرجنگل راه اندازی شده بود. در این مسابقات سه جانبه 6 تیم که 2 تیم از مرکز فیروزکوه و 2 تیم از ولسوالی لعل و 2 تیم از مرکز ولسوالی دولتیار حضور داشتند و با هم به مدت 2 روز رقابت کردند و جامی حذفی تحت نام دوستی برگزار شده بود که با قهرمانی تیم کوهستان به پایان رسید. نایب قهرمانی مسابقات تیم شاروالی شد و مقام سومی مسابقات تیم پیام دوستی ولسوالی لعل سرجنگل از آن خود کرد. از سوی هم شماری از ورزشکاران از برگزاری رقابت‌های فوتبال قدردانی کرده و راه اندازی این مسابقات را برای رشد و پیشرفت ورزش در این ولایت مفید می‌دانند. مسابقات سه جانبه بین تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان فیروزکوه، قهرمان و نایب قهرمان ولسوالی دولتیار، قهرمان و نایب قهرمان ولسوالی لعل سرجنگل مدت 2 روز برگزار نمودیم که اینمی مسابقات با هماهنگی با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غور و ریاست فدراسیون فوتبال ولایت غور برگزار گردید بود که امروز خوشبختانه با موفقیت به پایان رسید. مسابقات سه جانبه را بین ولسوالی لعل و سرجنگل، خود ولسوالی دولتیار و فیروزکوه برگزار کرده بودند که خوشبختانه امروز ما تونستیم مقام اول را کسب بکنیم و تشکر می‌کنیم از آمریت ورزش و تربیت بدنی که همیشه همراه ریاست فدراسیون و ورزشکاران همکار بود. گفتن است که رقابت‌های کشتی دست نیز با اشتراک 10 تیم به هدف رشد ورزش‌های عنعنوی و ملی در این ولسوالی برگزار شده است.